این همون خانم دزده با اون آقا اومدن تو مغازه. اینجا الان میره نزدیک این خانم، دستشو میکنه تو کیف. اینجا کیسه رو میگیره جلو کسی نبینه که داره کیفشو میزنه. بعدش میاد اینور، حالا میره کیف و زیپشو میبنده و کیف خانوما رو میذاره بغل دستشو، میره بیرون. الان میتونید صورتشو بیشتر ببینید اینجا الان، که اگه کسی دیدش با اون آقا متوجه بشن.